Elegant Production تقدیم می‌کند. از تقدیمات Elegant Production. من برای حال خودمان میخندم، برای کلخانز خودم. مادامی که کاتبی رایکام گفت اینم ما با تمام کلخانزشان همین کار اجرا میکنیم پلان پخته بود میشد. بله پرسش از ماست فراس مینیا پخته بود. رئیس تر چی میگوی؟ همینجا برای امضا رئیس اینجا امضا ماندن در کار بود هم دامن فقط امضا دامانند. اینجا را امضا کو، اونجا را امضا کو. اینجا را امضا کو، اونجا را گوش کو. همین اویدی همین سرگرانومی کلخوز گفتم بیار حجت های همین کیرا انا بچه عبدالزاده را زا участкая برای حاصلاتا بسیار جوانی با غیرت متخصص پیسانیست کار کشال میکنمی رزین کاری سواله. رئیس خیلی بچه خوبه در участка انا سال پلان نبود که участкаш این سال حاصلش بد نیست نه که رئیس روز دیگر یک چی داره یک کم تنک همین متخصص خوبه یک رئیس همین ایجاد اخلاق و انتظامش او قدر اکید خوب نیست میکنه. گپ زن شاد روشن گپ بگو. اکید خیلی خلاص قطع کوتاه گپ رئیس که کم کم چی میکند اما بچه مینوشد الکل کنه. خیلی باید طور نباشد. خب پدرش اکای سفرعلی چندین سال لسخوز بود. تمام که پشتره لسخوز نبود. همین سردار لسخوز نچند لسخوز همین جنگل همه را آباد کرد. پیسته و بادام و چهارمغزون خیلی باید نباشد. رئیس باید گفتم به پگر نگه که نگفتی نمی کم بودی و را گپا کم کن دعوت که مخم صحبت میکنم ولی جا معلوم کردن در کاره که الکگولی تو یو اختیار تو نکه اما یک گفتن با در پیش نگذشتیم بو پگر بو نگه که نگفتیم برای خوب رئیس مخم صحبت بزرانم خود دعوتش میکنم بیا رئیس دعوت کرده بین خوب کدی اومدی عبدالزاده خوب کدی اومدی رحمت کارو در участке برای حاصلات نظر میدونم حادثه تشویشی وقتی حاصل قام داری اما مسئولیت خود در کار بود با خطا نکنم خودت فاکولتتی اگرافاک اینستیتوت خواجه اقتصاد سلخوز تمام کردگی. ولی رئیس سلخوز اگرانوفاک خیلی باشه یا برای سری مقصد میایی همین ساحه پختکاری در ما بوده پا میلنگه در نتیجه چی؟ حاصل ناکیمان مخصوصا زیرات پخته درست ولی بلدوانه رکویت را بونیم نیوید پسته برای همین تر دعوت کردم که فکرات و مسئولیتات بفهمم در همین چی مسئله رئیس راست گپ شما جانی گپ گفتین آخی گپ زنم گپ میشود آخی این خیلی کار و مناسبت با زمین تنها مرانی بلکه تمام همین کلخوزچیانی مونا با تشویش آوردگی خوش گپ زن آفرین گپ زن روی راست گپ زن رئیس یا دقت کنید ما باید همه از روزهای اول هم بهار که برای کشتی پختم همین روزها را ثمراناک استفاده می‌بردیم. راست میگوی بله رئیس ما چندین بار اگرانوم دا گفتم چندین بار تاکید کردم گفتم اکای سرگرانم خیلی ما هم کسبیم لیکن زمین را تیار کردن لازم بود این قدر تکنیکا داریم زمین را گوش که یک لحظه بس که ما یک چیره نمون همین روز راست دیگه روزی خشتمان من همین یک آدمی با تای دیرم نیفتم خودت که کارات نازای خودت قطعی بیام نه که تو گمت دام دادم گفتم چندین بار با سرگرانم گفتم ایکا همین زمین رو باید تیار کردن در کار بود هم پیش از اونی که شما کشت میکنیم این قدر تکنیکا داریم خیلی زمین رو گفتم یک بار نگاه نکردی آخه این قدر پشت شطور بارین از ریشه ها توزه کردن در کار بود خیلی زمین باید هموار باشد خیلی در روی کلوخ پختکش کرده میشه رئیس خودتون فکر کنید هی برای سلامتیشون همه خیلی کارات دام دادن راست میگی بیا جلوتر خب رئیس چیکنکر بگیریم همین چیکنکر دیر تو باید 10 میلیون تمام میکردیم ما در участке خودم همین کارا کردم تا 10 میلیون تمام کردم رئیس همون در زمینای دیگر کلخوز
گفتم میاکای سرگرانم تو موی آگوستا کشول دادی در نتیجه چی نه خدمت با چشم خدمت دیدی پخته یکنیم 2 متر بلند شد و حاصلناکی ما باشد تماما فرامد پس شد در زمین اونها آفرین آفرین گوش که لازم تا در که برای پیشروی همین کار ایشم برد و جوف شود ای رئیس جوف میشود خفه نشه رئیسو همین عبدالزاده میور نورما را میدونه خفه نشه رئیس اینی میخوای گفتنی دارم رحمت سلامت باشه سید رحمت خیلی برای کار موفقیت برای خود سلیم ها سلیم لبه محترم گوش میکنم گوش کن فرمان عبدالزاده را اوید به سرگرانوم کلخوز من گلاونی اگرانوم کلخوز تعیین کردن میراری تز برو جورا رئیس هم خاطرسان کردن این مسئله مو برار عبدالزاده متخصص خوبه سپیسیالیست خوبه با گلاونی که میارا نورما را میدونه برار چی تا رئیس